خود دوستای عزیز یگانه تغییراتی که در پیام داره که باید درس بخونه خدمت کنه و بر افغانستان هم یک کم پانتون دچه سیمسویندی کسمین این باز دیگه بسیار ساعت فعال هستند. سلام و درود خدمت تمام دوستای عزیزی که ما را بیننده هستند. خوش آمدین به یک سلسله گزارشی بعدی ما که از منطقه ولایت غزنی و سرک چی میگن قافت دیگه و این پل عاشقاست که قبلا به نام پل عاشقا مشهور بودن و با آمدن امارت اسلامی این تغییر نام یافت به نام امام ابو حنیفه و این یک بزرگترین سهولت برای مردم غزنی است و فکر کنم که در وقتهای جمهوریت و که شاروال ولایت غزنی مختار احمد ملکیار بوده اگر اشتباه نکنم این پل افتتاح شده و این یک کلان سهولت برای مردم بوده. اگر این پل نمی بود مردم مجبور بود تو میرفت و ایتدار میخورد، بسیار مشکل بود و این پل است که از این سرک و به اون سرک وصل میسازه و پهنتون تکنیکیم که دهیست قرار داره و انشاءالله او طرف رو بر شما به تصویر میکشانیم و شما ببینین و نگفته نمانه جایی است که غزنیچی ها دیگه نمینجا جایش است و میاین و همزینجا لذت میبرن. البته هر وقت که خسته میشن میاین از این طرف لذت میبرن. خب تو باش بیادر که خود داریم که میخوایم که همراهتون صحبت میکنم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر؟ شکر. نامه کتون؟ رفیع الله. کامرای ما در خدمت ده که سلام تقدیم کنید. سلام تقدیم میکنم به همه وطندارای عزیز. کجا آمدین؟ شمیت چکرم سرک ثقافت. از خود غزنی هستین؟ تنها هستین یا که دوستایتان هم هستن؟ نه دوستای ما هستن اینجا. خب چی قسمه از فضا چی مردم میاین نمیاین؟ خوب است اینجا. کدام روزا زیاد مردم میاین؟ مردم روز جمعه روز زیاد میاین. روزای جمعه. بله. و این سونم 24 ساعت فعال است. درباره این معلومات داری یا نه؟ 24 ساعت فعال است. این سونای غزنی رو باز برای شما از دو تصویر میکشونیم و شما دیگه اما غزنیچی ها که بیاین باز دیگه 24 ساعت فعال هستن میتونن بیاین از دیدن نامه. خب دیگه ما تو ایستا پیش میریم کدام تون مصاحبه نمیکنیم که ما بریم اون تو طرفا. خب تو باش. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ خیری. شکر. نام دسته ده؟ سیف الرحمن. سیف الرحمن. سنگ اورا؟ خیلی تا سال دیگه. الحمدلله خیلی شو. تا سنگ لکاربار سره چه کار که بخی؟ شکر ده خدای فضل ده محصلی هم دل محصلی کم غزنی. کم رشته که تاس محصلی؟ رشته که؟ کم. محصلی که متعلم؟ نه محصل. محصلی؟ کم رشته که؟ کم پانزه وای؟ ژورنالیسم. ژورنالیسم؟ کم پانتون؟ پانتون دچه سیمسویندی کسمین. مسلم؟ دیرشه. څنګه درسونه مخ ته ځي کنه؟ شکر دی الحمدلله ښه مخ ته روان. دا ځکه چې زه غواړم چې هیوادوال ته خدمت وکړم او تر څو موږ هیوادوال مخ ته ولاړ شي او نړۍ پرمختګ وکړي افغانستان پرمختګ. بالکل دا پرمختیا هم پر رسانۍ کې ولاړ ده کنه. کله چې رسانۍ ډېر یې او ښه وکولی شي د افغانستان هغه ترقي او پیشرفت ابادي راوښیي موږ ډېر کولی شو چې خلکو ټول کړو او راشي دلته له ده چې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. خلکو نه لیدنه وکړه او نړۍ موږ وویني افغانستان. بالکل. افغانستان په دنیا کې وجود لري کنه او نړۍ اوس موږ نه پیژني او موږ په قصه کې نه ده خو موږ کوشش کوو چې ځان نړۍ ته وپیژنو. ډېره مننه. کامیاب اوسئ. اللهم بیاین پیش بیاین. خود دوستای عزیز یگانه تغییراتی که در دولت امارات آمده یگانه چیزی که ما میبینیم رنگ آمیزی این منطقه است. این پل است. البته روی جاده اگر ما ببینیم و تمامشان با مو رنگ های زیبا طرح آمیزی شده و ما میریم پیش که دیگه دوستان اون طرفا همراهش صحبت داشته باشیم و شما می طرفا رو خوبتر ببینید. این تانگاه هستن که از وقت روز مانده و این تاریخ است که برای ما مانده و یک نشانه است که ما سرز افتخار میکنیم که توانستیم روس رو شکست دادیم، امریکا رو شکست دادیم. ما قبول داریم که کشور ما اوضاع خوبی نداره، وضعیت اقتصادی ما درست نیست، اینکه خود ما
در جان یک دیگه دیدیم و خود تحقیر یک دیگه میکنیم. خود خلاصه براتون میگم خود بازی خود ساختیم، خود توسط خود از بین میبریم. این دیگه اشتباه خود ماست. خب بیایم پیش بریم دوستا. ازدحام بسیار 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 زیاد است دیگه. ما خود ما حیران ماندیم. کلشون میگه من همراه صحبت میکنم، ولی کی میایین صحبت میکنن؟ کسی هست؟ بیا یک دو کلمه است، یک دو صحبت است، یک سلام است. بیا. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ شکر. خوب هستین؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ نامکتون خود کوتاه معرفی کنید به دوستای ما. اسدالله اسم من، شهروند غزنی هستم. از سلام به شما برسه. تشکر. دیگه اینا بر ما بگین که آمدین برای تفریح و چکر. همراه کی آمدین؟ همراه دوستای آمدیم. امروز روز جمعه است دیگه. ما متعلم هستیم، صنف 12 هستیم. بعد از روز جمعه خلاص هستیم دیگه. موفق باشین. خوب میکنن که روزایی که اوقات بیکاری داشتن بیاین یک تفریح کنن دوستانه و یک دوستا تفریح کنن تا ذهنشون تو ریلکس آرام شه تا بتونه برای درس خواندن هم ذهنشون آماده شه. بله. چی پیام داری به دوستای ما که بیننده هستن؟ و بیننده دوستای ما پیام داره که باید درس بخونه، خدمت کنه و بر افغانستان هم یک آینده داشته باشه. بسیار پیام لوکس هم عالی دیگه. خب خدا کنه که مردم ما پیام قبول کنه و بپذیره و تو عملی کنه. ولی قبول کردنش عرض میگه خوب گپ زدی، عملیش مهم است نه؟ عملیش میاد. تشکر. خیر. چون وطن ما نیاز داره به همین تو جوانایی که تحصیل کنن و پیش برن تا بتونیم دیگه از شر همه کشورها از خارجی ها خلاص شیم، خود ما بتونیم خودکفا شویم. بله تشکر. خب نفر دوستای عزیز اینجا آمدیم و شیریخ و ژاله بگه بپرسیم که کاروبار چطور است و چطور مردم پیش میره. مزاحم کنیستم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر؟ جانجور است؟ خوب هستین؟ نامکتان همه تو روی ایستا چیرین که روی تحصیل بخیر. نم ابراهیم. څنګه؟ الحمدلله خیرت ته شکر. څنګه څه تفریح لپاره راغلی؟ چکر لپاره؟ چکر لپاره راغلی و مزه ځوانان وګورو او دلته د ډېر شه منظره وکړو. بالکل. تنها راغلی که؟ نه زوی مې هم در سره. ماشاءالله دا زوی دی ده. نوم دې څه ده وروره؟ احمد. مکتب وایې؟ و. څوم صنف کې؟ څلورم. څو نمره یې؟ تر اوسه هیڅ لا نمره نه ده راکړې. معلوم نه ده که درس رو که شروع کنم. خب دوستای عزیز ما میخوایم که از خود زی بپرسیم که چطور کاروبار چطور است و کاروبار است یا نیست. بیروبار خود زیاد است، مصروف است که فکر کنم. سلام علیکم بیادر. خوب است که مزاحم شدید. من جان و جور است. شکر است. نامکتون؟ جاوید هستم بیادر جان. جاوید هستی. همینجا کار میکنی؟ اینجا کار میکنم. چه وقت میشه کار میکنی؟ اینجا 7 سال. 7 سال؟ واقعا نه دیگه. خب تمام عمر خود دمی کارشوانی دیگه فروختن شیریخ و ژاله دیگه سپری کردی. بیادر جان. درس مرس تحصیل دیگه. درس خواندم ما. درس خواندی؟ نال درباره درس ما درستون بگی که مکتب خواندی خلاص کردی؟ تا صنف در خواندم دیگه. دیگه. چرا علاج کردی؟ کاروبار مصروف بودم. ما وضعیت اقتصادی که باعث میشه که همین تو جوانای ما پس رفت شه باز داد میذاریم که وطن ما پس رفت. خب دیگه. خب بگو درباره کارت میچله نمیچله مردم میایه بیروبار زیاد است. نه 1000 بار شکر میچله. اینال چندی میفروشین؟ فرق داره یعنی 30 40 50. خب اینال مردم ما از کدام زیاد فروشات داری تو خود؟ 10 و 20. 10 و 20 50 دیگه همون کدایی که پیسه دار است تو میای. خانه مبارک بس 50. خب خانه میبره. تشکر. کامیاب باشی. بخیر باشی. خب دوستای عزیز قسمت هم ببینین. چندین سرک در این گلایی وصل است. کاملا از او و همون تو از او. این دیگه سرک ثقافت است. زیادتر مردم ما میاین و
همیشه میشینن و میله میکنن و با دوستا قصه میکنن و چای میارن و اما تو روز خود سپری میکنن. دیگه بیا که پیش بریم. خب دوستای عزیز یک بیادر داریم که امروز ما مصاحبه میکنه. بیا که بپرسیم نامش، مصروف چی کار است و مصروف چی کاروبار است تو درس خانه یا نه، که از درباره زندگیش بپرسیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر سلامت. شکر. است نامه کتاب؟ اسم من نورالله می باشد و فارغ از رشته نرسنگ می باشم. فعلا بیکار. بیکار؟ بله. نرسنگ ما بیکار است و بیادر چی برسه با دیگه حقوقدان و دیگه چیزای ما. خب ولی که بیکار کاملا مطلق بیکار نخواه باشی، مصروف دیگه کار خواه باشی؟ نه خودم فعلا مصروف دکانداری هستم. دکانداری فلزکاری می باشه از پدرم. این کسم که از مربوط من نمیشه، از خاطر که من خودم نرسنگ خلاص کردم. ما باید و همچنان امثال من افرادایی که نرسنگ و چیزا خلاص کرده باید دمو وظایفی که مربوطشون میشه دمو وظایف کار کنن. خواهی که وضعیت وطن ما درست نیست و اما حق به حقدار نمیرسه دیگه، ای که ما چیز نمیتونیم نه. یکی در جمهوریت ما تو بود حال ما بطور است. خدا مهربان است که کشور ما بهبود یابه و درست شوه تا بتونه حق به حقدار برسه. کسی که حقوقدان است به جایش، کسی که دکتر است به جایش، کسی که معلم است به جایش، هر کار باش به همو مسئول همو پروفشنالش برسه. بله دقیقاً، به خاطر که هر افرادی که در یک وطن در یک جای درس میخونه او هم امید داره از آینده که ما باید آینده یک انسان شوم که بتونم به وطن خدمت کنم. اما فعلا به این وطن که ما میبینیم افرادی که به کار گماشته میشه، همون کار مسلک یا همون کار مربوطش نمیشه، همون کار گماشته میشه و همون کار پیش میبره و افرادی که مستحق است آنها بیکار هستند. طبعا دیگه که خب برو خدا مهربان است. دلتون دل جوان ماموت پر است و درد دارن و سخت است واقعا بر جوانایی که تحصیل کرده باشن و بیکار باشن. این دیگه او درد او کسایی میفهمن که تحصیل کرده باشه و بیکار باشن. دیگه ما نمیخوایم زیاد درباره این جزئیات بپردازیم. تشکر. کامیاب باشه از اینکه مصاحبه. سلامت بخیر باشه. خب دوستای عزیز بیروبار زیاد است. من نمیفهمم که این به خاطر ما جمع شده که به خاطر همین تو بیروبار است. خب دوستای عزیز شما دیدین دیگه با مردم خود صحبت داشتیم و تصاویرها را دیدین از این منطقه. دیگه گزارش ما به اتمام رسید. تا گزارش های بعدی شما را به الله بی‌نیاز میسپارم. خداحافظ و نگهدار. و دوستای را فراموش نکنید کسایی که ما را از طریق فیسبوک میبینن، از طریق سوپر افغانستان صفحه ما ببینن، لطفاً فالو را فراموش نکنید. و کسایی که ما را از چینل سوپر افغانستان میبینن، سابسکرایب را فراموش نکنید. ما را حمایت کنین تا بهترین ها را تقدیم شما کنیم. خداحافظ و الله نگهدار.